نگار hurry up. تیمی نیست. برید همه وسط. همه دیگه بازی میکنن. من چی میگم؟ نگار. بده. با یکم بوده که نخوره بهش. بزنش. شما اوت میشید اگه اینقدر برید بیرون. بیا جلو. سب کن. ایتی تو همه تویی. آرمین وسط. You're out. No. برو وسط. سلام. امروز دنباله 26 سپتامبر 2009 ما از طرف کمیته کودکان انجمن مندایان منطقه دی.سی و ویرجینیا اومدیم پارک. امروز روز بچه ها دارن بازی میکنن. من عمران هستم، شیرین و نوشین از مسئولین گروه بچه ها. خیلی بچه ها امروز بهشون خیلی خوش گذشت، کلی بازی کردن، بازی های متنوع، به ما هم خیلی خوش گذشت. تشویق میکنیم بچه هاتون رو حتما بفرستین توی این برنامه هایی که توی پارک‌ها یا توی سینما یا هر جایی که انجمن تصمیم میگیره که ببرتشون، حتما تشویقشون کنین بیان. خیلی جو جالب و خوبیه برای بچه ها. همه فامیل هستن، همه دوست هستن، همه به اخلاق همدیگه آشنا هستن، همدیگه رو دوست دارن، خیلی بازی میکنن، خیلی بهشون خوش میگذره. در ضمن یه جو فرهنگی هم هست، کلی بازی و کلی چیزای دیگر هم یاد میگیرن. خوشگلی اینجا. خودم سلام میکنم. ما امروز خیلی بهمون خوش گذشت. بچه‌ها خیلی خوشحال شدن. امیدوارم که بتونن همیشه شرکت کنن. از خانواده‌ها خواهش میکنم که همیشه بچه‌هاشون رو بذارن شرکت بکنن. بالاخره با هم دیگه آشنا میشن. دخترها پسرها با هم دیگه آشنا میشن، با هم بازی میکنن. اسمت چیه؟ نگین. چجور بود؟ خوش گذشت؟ دفعه دیگه دوست داری بیای اینجا یا جای دیگه؟ دوست داری همینجا؟ اوکی اینجا. جولیا هستی. خب چجور بود؟ خوش گذشت؟ بله خیلی خوش گذشت. دوست داری دفعه دیگه هم همینجا باشه یا جای دیگه؟ بیا اینجا شقایق. سلام. بگو اسمت چیه؟ شقایق. چجور بود؟ خوش گذشت؟ دفعه دیگه چی دوست داری؟ همینجا باشه یا جای دیگه؟ جای دیگه. مثلا رستوران، سینما. خب سه تا رو نوبتونه. الان چی خوش گذشت؟ آره خیلی خوب بود. برنامه‌های گروه کودکانه که ما چند تا هدف دنبال میکنیم. یکی این که بچه‌ها بتونن روش بازی کردن در کنار همدیگه با همدیگه رو چجوری به همدیگه احترام بذارن، به قوانین بازی احترام بذارن. اینا به هر حال بعداً بزرگ میشن توی جامعه. این بهشون میتونه کمک بکنه. همینجور که توی مدرسه چیزای زیادی رو آموزش میبینن، اینجا هم میتونن چیزای زیادی رو از همدیگه و از بزرگترهای خودشون آموزش ببینن. در کنارش جدای از مسائل تفریحی مثل این چیزهایی که من و خانم‌ها گفتن، مسائل آموزشی هست. ما باز اینا رو بیرون میبریم. کلاس شطرنج برگزار میشه به صورت متناوب هر از گاهی، هم توی پارک هم توی خونه‌های خودشون. بعد بچه‌ها با جو کتابخونی آشنا میشن، خودشون با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن. بچه‌ها رو از یک هفته قبل ما تشویق میکنیم که برای خودشون فیلم پیدا بکنن، فیلم رو نگاه بکنن. چند تاشون نگاه میکنن، گوشه‌هایی ازش رو از طریق اینترنت، و بعد به ما پیشنهاد میکنن که این فیلم خوبه. ما اینا رو توی یه روز جمع میکنیم و به سینما میبریم. توی پارک ها، توی عروسی ها، به هر حال اینا با هم آشنا هستن. معمولا اکثرشون اگه یکی دو هفته هم دیگه رو نبینن با پدر مادرها صحبت میکنن، نق میزنن که برن به خونه‌های هم دیگه سر بزنن و این جو خوبیه. ما از تمام خانواده‌هایی که کمتر بچه‌هاشون شرکت میکنن تقاضا میکنیم که کمک کنن به بچه‌هاشون، به انجمن کمک بکنن. و از طرفی من از والدین خواهش میکنم و تقاضا میکنم که همکاری کنن. این به سود بچه‌های ماست. بچه‌های ما به هر حال. اسمت چیه؟ خوب بود؟ خوش گذشت؟ خوب بود.
چی دوست داری دفعه دیگه انجام بدیم؟ همینو یا یه چیزای دیگه؟ همین. اسمت چیه؟ آرمین. خوش گذشت؟ آره. دوست داری دفعه دیگه هم بیایم اینجا یا جای دیگه؟ اینجا. یعنی پارک باشه بهتره؟ آره. من دفعه دیگه میخوام بچه‌های بزرگتر بازی نکنن. اسمت چیه؟ گیچی. چجور بود؟ خوش گذشت؟ بله. دفعه دیگه دوست داری چی بشه؟ بچه‌های بزرگ بازی نکنن. من دوستم وقتی که برش اومدیم اینجا برش خوب یاد میگیرم. وقتی که دومین بار اینجا اومدم اینجا خوب اینطور تناب زدن رو؟ که کمتر بچه هاشون شرکت میکنن تقاضا میکنیم که کمک کنن به بچه هاشون به انجمن کمک بکنن و از طرفی من از والدین خواهش میکنم و تقاضا میکنم که همکاری کنن. این به سود بچه های ماست. بچه های ما به هر حال توی این جامعه بچه هایی که فرهنگ متفاوتی دارن با ملل دیگه. اینجا همه ملیت ها، شما اگر همینجا توی پارک الان نگاه کنید اینجا توی این گوشه جوانایی هستن که اهل ویتنام و آسیای شرقی هستن. توی این میدان تنیس اگر نگاه کنید این جلو جوانایی هستن که اهل هندوستان هستن دارن بازی میکنن. اینا دانشجوان توی این منطقه سکونت میکنن و روزای تعطیل میان اینجا و بازی میکنن. به هر حال اینجا هم این گوشه ما بچهای خودمون رو جمع کردیم به عنوان بچهای مندایی و ایرانی. این گوشه دارن مشغول بازی هستن. اینا بزرگتر میشن در آینده 3-4 سال آینده هم سن سال همین جوانای 20 و چند ساله میشن، ولی کماکان میتونن با همدیگه بازی کنن و همدیگه رو ببینن. بهتر از اینه که برن و اوقات فراغتشون رو با غریبه ها بگذارن. اسمت چیه؟ میلاد. خوش گذشت؟ آره خیلی خوش گذشت. دوستم این دفعه بریم باشگاه. باشگاه چی؟ پول بریم چیزا. استخر؟ همین. میلاد. Oh yeah. She was pushing me. So what? She pushed me. That didn't count. بازی میکنیم. دوست داری دفعه دیگه هم پارک بیایم یا جای دیگه بریم؟ پارک بیایم. دوست نداری باشگاه؟ میلاد میگفت بریم استخر. اینجا خوبه؟ میتونیم بازی کنیم. از سینما بهتره؟ آره. سینما فقط تلویزیون نگاه میکنیم. اینجا میتونیم همه چی بکنیم. خداحافظ. سلام، من ماهورم. خیلی خوش گذشت. همینجا خوبه. Next time. و توپ بازی هم خیلی کردیم. نگار؟ سلام، من نگارم. اینجا خیلی بامزه بود امروز. دفعه بعدم اینجا خوب اگه بیان. سنی که بچه ها میتونن شرکت کنن رو هم اینجا معمولا بچه هایی که میتونن بدون و بازی کنن اغلب از گروه سنی تقریبا 4 سال، بین 3 الی 4 سال تا بچه های 18-19 ساله هم اینجا داریم که با هم بازی میکنن. گروه میشن دیگه. بچه هایی که سنین راهنمایی هستن، شما الان میبینید بچه های کلاس 5م، 6م، 7م، 8م هستن این گوشه برای خودشون بازی میکنن. این بچه ها اینجا کلاس 2م و 3م هستن. دخترای 16-17 ساله اون برتر دارن با هم دیگه خوشوبش میکنن و گپ میزنن و اوقات خوبی رو اینجا در کنار هم دیگه میگذرونن. مرسی. سپورت پدرها مادرها خواهش میکنیم داره ما از سعید جان و آقای هاشم هم تشکر کنیم که اومدن واقعا زحمت کشیدن اینجا نشون میدن که واقعا به فکر بچه هاشون هستن. البته پشت دوربین هم فرید هست که آقای زحمت فرید میکشه به عنوان رئیس انجمن دستشون درد کمک نکنه میکنن و بدونید که بدون سپورت شما و همکاری های شما هیچی واقعا امکان پذیر نیست این فعالیت ها هیچ ادامه نخواهد پیدا کرد. گروه سنی بتونیدش بیاره خیلی ممنون.